پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند در ماه مبارک رمضان خداوند 5 تا خصلت و 5 تا ویژگی به این امت داده که به هیچ امتی قبل از این امت نداده. اختصاصیه، خاص این امته، امت محمد صلی الله علیه و سلم. اولین ویژگی این که بوی دهان شخص روزدار نزد خداوند بوی مشک و عنبره. سبحان الله. هرچی این بوی دهانش بدتر بشه، از زوال آفتاب که آفتاب وسط آسمان به طرف چه؟ زوال به طرف غروب، این معده خالی تر میشه. وقتی معده خالی تر میشه چه؟ ترشحات معده بیشتر میشه. این ترشحات بوست، نتیجه خلو معده از غذاست، از شرابه، از نوشیدنی است. اینا میان تو دهان آدم.